دوستان عزیز چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی بنده داخل کانال امیدنز. دوستان داخل این ویدیو هم تیم ما دوئل داریم بین یه لول 200 خورده ایم. خب و من که لولم 34. خب اینکه این اکانت اصلی خودم نیست، با یه اکانت ساختم همجوری برای این ویدیو اینا. و دوستان این ویدیو خودم به شدت کیف کردم و یارو خودم پشمام ریختش، چون که یارو بعد این دوئل مستقیم چرت و پرت گفت، بعدش لفت داد بکنم باره. و بعد دوستان یه نکته خیلی مهمی در مورد دوئل میخوام بگم. یه دکمه هست ببین ایم اسیده که بعد تمام کردن این گیم پلی دوئل بهتون نشون میدم. و دوستان امیدوارم که از این گیم پلی خوشتون بیاد، حتما حمایت کردن فراموش نشه. یه بریم تو گیم پلی. و خب دوستان یه نکته که در مورد دوئلای مولتی میخوام بهتون بگم که فکر کنم خیلی به دردتون میخوره، اینکه اگه میتونید برید یه جای خلوت از خونه یا هر جا که هستین ساکت باشه و صدای گوشتو بالا ببرید و سعی کنید صدا پا بگیره. یا اگه هدست یا هدفون چیز دارید حتما پیشنهاد میکنم که از اون استفاده کنید که خیلی به روند گیم پلی دوئلتون خیلی کمک میکنه و راحت میتونید تشخیص بدید که انمی از کدوم سمت میاد. مثل همین کاری که من الان میکنم، اگه دقت کرده باشید تو بعضی جاها یا با صدا پایی که دارم راحت میفهمم که از کدوم سمت میاد. و یه نکته خیلی مهمی که در مورد دوئلای مولتی هستش اینه که بچه‌ها باید روی سنستون قشنگ تمرکز کامل و مسلط باشین، چون که اگه سنس داشته باشین که روش مسلط نباشین اصلا احتمالش خیلی خیلی بالاه که شما در دوئل مولتی شکست بخورید اما وین نشید. و نکتهش خیلی مهمه. راستش خواهشی دارم که بنده یوتیوبر تازه کنم و سعی میکنم که کلیپ ها و ویدیوهایی که از کال اف دیوتی موبایل میذارم به دردتون بخوره و لذت برده باشین. منم ممنون میشم که با اون فعال کردن دکمه دنبال کردن سابسکرایب و زنگوله بغلش رو فعال کنید که من هر روز ویدیو میذارم که هر وقت ویدیو میذارم سریعتر من نیاز به حمایت شما دارم تا بتونم پیشرفت کنم که شما کمک کنید در این راه. و ممنون میشم که از بازیم از 1 تا 10 نمره میدید که ببینم به نظر شما بازی ما خوبه یا نه. دوستان اگر میبینید سرعت ویدیویی خود بالا است، اگر خودم سرعت ویدیو رو زیاد کنم که زیاد وقت شما رو نگیرم. و دوستان اینجا سعی کنید زیاد خطگیر نباشید. الان من اینجا میرم یورو خط من قشنگ داره، ای دقت کنید نکن برم ذات میرم، چون که خط منو داره و تو این موقع که دیدی رو خطتون رو داره سعی کن حالا با یه اسموکی با هر چیزی که در دستتونه حواسش رو پرت کنید که از بکی از بغلی برید تا بزنیدش.
و نکته بعدی اینه که وقتی که با شخص حریفتون در حال فایت دادن هستید، در فاصله نزدیک نکن اینجا رو خط گرفت و در حال فایت دادن هستید، اگه خشاب یا تیرای گانتون، حالا اسم شاد کن رایفل هرچی، اگه تیرش تمام شد، اگه آخرای ریلود کردن تو یا هرچی دراز نکشید بچه‌ها، چون که وقتی دراز بکشید اون شخص فرصت خیلی خوبی داره که شما رو بتونه راحت بزنید. پس اگه تیرتون تمام شد، من با اون گان دوم نایف که داریم، الان من گان دوم کلته، حالا پیستوله، خب حتما بردارید و سعی کنید ازش دور باشید و وقتی که دور میشید اون شخص زمان داره که بتونه ریلود کنه و شما میتونید موقع میتونید گانتون رو عوض کنید و تیرونت بزنید. یه نکته خیلی مهم بود. براسون نکته بعدی اینه که وقتی که در روبروی شخص هستید یا در حال فایت از فاصله نزدیک یا متوسط هستید یا دور، سعی کنید موومنتتون سریع باشه و راحت تون موومنت بزنید که یارو شخص بتونه شما رو گم کنه. و الان هم کاری که من تو ویدیو دارم انجام میدم، اگه گیم پلی قشنگ دقت کنید موومنت میزنم که راحت تر بتونید بزنید یارو. و پیشنهاد من اینه که هر وقت خواست دوئل بزنید موومنتتون رو داشته باشید، یعنی موومنت زیاد بزنید که یارو گمراه بشه. و اگر بلد نیستید درست موومنت بزنید، پیشنهاد کنم که حتما تمرین کنید توی موزی های عادی، رنگ نه همین عادی. پیشنهاد کنم تو گیم پلی برید که راحت‌تر موومنتتون قوی تر بشه. این پیشنهادی که من دارم براتون. خب بعد دوستان نکته آخر این است که از گانی که برای دوئل استفاده میکنید سعی کنید اتچمنت و وسایلی که روی اون گان استفاده میکنید بهترین و خوب باشه. و مثلا برای اسم پیشنهاد میکنم که اتچمنتی بذارید که ایم یا موبیلیتی یا همون ایم یا زومی که میگیره اون سریع باشه. و این پیشنهادی خیلی دارم و خوبه اینه که ایم اسنایپرتون سریع باشه، موبیلیتیش که راحت‌تر ایمتون رو بیاد و راحت‌تر بزنید. و خب دوستان قرار بود آموزشی بهتون بدم. نکته اول این که بیاید بخش تنظیمات بازی، بخش MP مود از سمت چپ بیسیک رو بزنید و این دکمه که من توشن میکنم رو روی حالت آن یا فعال شدن بذارید.